سلام، روزتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کنید. این ویدیو خرج کردنیه، گرفتن گان لولی P90 که جدید اومده تو گیم. چند روزی اومده ولی برای پرایمای 7 و 8 و اینکه خیلی ممنون میشم حمایت کنید، لایک کنید، پوستر رو برای دوستاتون ارسال کنید. اگه خوشتون اومد از ویدیو حتما سابسکرایب کنید و اینکه این ویدیو به صورت لانگ داخل کانال یوتیوب هم قرار میگیره، حتما تماشا کنید. خیلی ممنون. اول برای نقد و بررسی این گان میریم. این اصلا چجوریه؟ ظاهرش خدا وکیلی خیلی خفنه، مخصوصا که تیکه ها شده میشه. میبینید نگاه، میبینی وسطش هم انگار یه توپ گلف، فکر کنم یه توپی هست بالاخره. وقتی که عوض میشه یه بار طلایی یه بار مشکی، چیز خفنی. بریم دیتیلزشو ببینیم. لول 1شه که طبق روال همیشه چیز عادیه. 2ش تغییری نمیکنه، 3ش تغییر کلی میکنه. اصلا ظاهر گان همیشه تو لول 3 تغییر میکنه. لولی های دیگر نگاه کن، همیشه تو 3 تغییر میکنه، 6 عوض میشه. همیشه همینه. خلاصه اینم همینطوریه. لول 3 لول 1ش که هیچی، 3 فقط شکلش عوض میشه. اینم 4ش که فینیشش و شاتوی گان عوض میشه. 6ش هم که کامل همه چیش عوض میشه. پاورای اصلیش هم که باز میشه. اینم که میلی کشه لول 7 نوع اصلیش باز میشه، همیشه همینه. اینم دنسشه، خدا وکیلی خیلی گان خفنیه. حالا ما میریم بگیریمش، تا جایی که شد لول اپش میکنیم و اینکه تو ویدیوهای بعدی حالا بعدن اگه شد مکسش میکنیم و حالا دیگه بریم که بگیریمش، ببینیم گردونش به چه صورته. خب بذار ببینیم. خب اینجا که چیز میدهش نوشته، اینجا اصلا مهم نیست. اینجا پرایسش نوشته چقدر جیم میخواد. یه 9 تا اول 19 تا 49 تا 99 تا 199 299 399 آخرین اسمینش هم 799 تا. فکر کنم مجموعش میشه 1,500 و خورده ای تقریبا. بریم شروع کنیم. حالا خدا کنه تو اسمینه اولمون بده. خیلی ممنون میشم. قبل اینکه شروع کنیم لایک رو بزن، دم گرم. شروع کنیم. اولین اسمی طبق ما که میدونیم تا آخرین اسپین نمیدی، ولی دمت گرم زودتر بده بتونی لول اپ کنی. بزنیم بره، بده خدا وکیلی کمتر از اسپین آخر بده. فکر نکنم تا آخرین اسپین ببره. مرسی، دمتم گرم. تا آخرین اسپین ما رو بردی. حداقل اینجا بده. مرسی. آخرین اسپین هم بزنیم. خیلی ممنون میشم اگه لایک کنید، این پست رو واسه دوستاتون شیر کنید. اگه از ویدیوها خوشتون اومد ممنون میشم که حمایت کنید، ساب کنید. و اینکه قول دیلی آپلود داده بودیم، طبق شرایطی که پیش اومد نتونستیم دیلی آپلود بکنیم. اگه شرایط به همین مقدار خوب باشه از امروز دیلی آپلودمون رو داریم. آره دیگه، همین دیگه. این از آخرین اسپین. شات بگیریم.
نازنینم از اولین لولیمون کامپلت 128 همون، پس یعنی تقریبا 1870 تا تقریبا از همون بود، یعنی 1800 تا تقریبا خرجش. خاک تو سر. What? We're flying to Philadelphia. Oh hell no. That's ما بریم. بله خیلی ممنون. بریم آقا لول اپش کنیم. 100 تا توکن داریم تا لول 3 خدا وکیلی ببر. این لول 2 اینم لول 3 باید اصلیش باز شد. این نازم همین چیزه داره اصلیش باز شد اوکیه. برای لول 4 کردن پاور اصلیش باز میشه که حالا بریم بگیرمش دستمونو. سابمیشن بنازم. با فیلتر گیم آوردیم بالا. اینم بگیم، اینم ظاهرش رو دستمونه لول 3. بریم یه تست کنیم ببینیم هد خودیش چجوری، حالت دمیجش یا هر چیز چجوره. یه تست ازش بزنیم. مرسی. آقا این ظاهرش دستمون. ممنون میشم. دوباره میگم لایک کنید، دوستا رو شیر کنید واسه دوستاتون. اگه دوست داشتین حتما سابو بزنید. این خوب میده به نظرم. این بستشه، بست بولتن 29 تا میخوره، پایین تنهاش 21 میخورد. هدش آقا 150 تا بازی کانه خوبیه. ممنونم. سنت اولی طرف چیزی نداشته باشه شما سفیر میندازیدش. نگاه البته اگه یکیش هد بخوره. نگاه 1 2. مرسی خیلی ممنونم از نیم عزیز. خلاصه گان خوبی بزنیم داخل مچ هم تست کنیم اگه لگ نگیریم. البته کم لگ دارم صفحه یکم فریزه ولی خب من یکم فریز شرمنده نمیشه حکم میکنه. من فریز نمیشه. خلاصه گان خوبیه. حالا که فریز نمیشه همه فریزه صفحه نمیاد بالا واسه اینجا که حسی دنیم شرمنده کنم. یکم لگ دارم و فریزم شرمنده. ویدیو ما تموم شد. خیلی ممنونم که نگاه کردید. بابت تماشاتون سپاسگزارم. ممنون میشم لایک کنید، شیر کنید، چنل ما رو به دوستاتون معرفی کنید و ساب کنید. دمتون گرم. اینم از ویدیو خرج کردنیمون بود. بعد از ادیت و اینجور چیزاش آپلود میکنم از داخل چنل یوتیوبمون. نگاه کنید، لذت ببرید. به اینستامون هم حتما دنبال کنید، پیگیری کنید، چون همه اخبار و اونجور چیزا رو داخل اونجا میذارم. دمتون گرم. عشق منید. فعلا خدا نگهدار.